باکس USDT هستیم. معامله لانگ گرفتیم، تارگت خورد و یک آربار 2 ازش گرفتیم. سلام، من بهداد هستم و خیلی خوش اومدیم به کانال ترندلورز. توی این قسمت اول هستیم. اولین پوزیشنمون هست تارگت خورد و بریم ببینیم که به چه صورتی پیش رفت. یک معامله سعودی داشتیم، همینطوری که میبینین سقف و کف‌های بالاتر داره میزنه. یک رنج باکسی اینجا برای ما تشکیل داد که من اتفاقا اول اومدم توی این رنج باکس بعد از این پوزیشن بگیرم که حرکت کرد و نرسیدم بهش. خب بعد فومو نشدم، هول نشدم بخوام وسطای اینجا یهو بخوام پوزیشن بگیرم بعد 2 مرتبه برگرده. منتظر شدم سقف و کف‌های بالاتر بزنه، چون که توی معامله سعودی هستش. توی اون ویدیو پیش نیاز خدمتتون عرض کردم که باید توی معامله سعودی با شکست آخرین سقف ورود بکنیم به پوزیشن. خب توی های ویو سایکلمون هستیم، بریم جلوتر ببینیم که چه اتفاقی میفته. شکسته میشه نمیشه. ببینید اینجا شکست اتفاق افتاد، ولی متاسفانه من توی این کندل پای چارت نبودم و توی این کندل پای چارت اومدم. خب حالا که اومدم پای چارت و شکست انجام شده بود، هنوز سقفی برای من 2 مرتبه تشکیل نداد که من مثل اینجا بخوام ورود بکنم بهش. خب همچنان توی شکست سقف به حساب میام توی 15 دقیقه تاییدیه‌مو گرفتم از تایم 1 ساعتم. میام توی 15 دقیقه و میبینم که توی 15 دقیقه هم 2 مرتبه شکست انجام شده. میام توی 5 دقیقه توی 15 دقیقه من منتظر موندم، فکر کنم که یک سقف و کف جدیدی برای من درست بکنه. آره، توی 15 دقیقه من منتظر شدم اینجا یک سقف و کفی برای من تشکیل بده به این صورت که من بتونم خط مقاومتم رو بیارم به سمت بالا، چون که دیدم خیلی یک بعدی رفته بالا و نیاز به یک استراحتی داره. منتظر شدم توی تایم 15 دقیقه این استراحت رو توی تایم 15 دقیقه انجام بده. خب 2 مرتبه توی این کندل که شکست اتفاق افتاد، تایم 15 دقیقه من تاییدیه‌مو بهم داد. اومدم توی تایم، اجازه بده دیگه، اینو ما نداریمش هنوز. به خاطر همینه که من توی فراز چارت هستم و گفتم که بتونم اینجوری ریپلای بزنم برای شما که دقیقاً همون صحنه سازی رو انجام بدم توی لایو ویدیو. خب دقیقاً توی همچین چیزی بوده، توی لایو ویدیو همچین اتفاقی افتاده، با همچین طرز فکری، با همچین پلن معاملاتی، با همچین ستاپی من پیش رفتم. دقیقاً الانی که شما دارین اینو نگاه میکنین انگار که توی همون لایو ویدیو هستید. من اینم دست بهش نمیزنم همیشه و ریپلای میزنم که برگردم از عقب‌تر اونجایی که خودم اومدم پای چارت و پوزیشن را دیدم، فکر کردم، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه انجام دادم. دقیقاً همون کارا را یک بار دیگه با هم دیگه انجام بدیم، جوری که شما احساس بکنید توی اون لحظه توی اون لایو بازار اونجا حضور داشتید و اگر شما بودید چه کاری انجام میدادید. خب حالا پس اینجا اومد توی این شکست انجام شد، تاییدیه 15 دقیقه رو بهم داد. من اومدم توی تایم 5 دقیقه خودم و توی تایم 5 دقیقه هم خط من جای خاصی نمیره، همین جایی که هست تا شکستش انجام شده و با همین من ورود میکنم به پوزیشن. خب بریم ببینیم که الانی که اینجا اتفاق افتاد، خب RSI من داره توی اووربای بوده، برگشته روی EMA، روی SMA 150 خودش یه حمایت شده، 2 مرتبه داره برمیگرده به سمت بالا که یک بار دیگه برگرده توی اووربای. پس این RSI من ازش تاییدیه میتونم بگیرم. مکدی خب تاییدیه به هم نداده، همچنان سیگنال هنوز تقاطع سیگنالی نداده، میلای سبزش هنوز روشن نشده
اینو ندارم دیگه. چی EMA هام به چه صورته؟ EMA هایی که خیلی مهم هستن EMA 50 و 200 هم زیر کندل هستش، زیر قیمت هست و نشون میده که روند صعودی هستش. بولینگر بند هم خط مقاومت بالاش، خط ناحیه بالاش داره شکسته میشه و ولوم هم که بود و ولوم هم که داریم مشاهده میکنیم. خب من اینا رو میبرم که زیاد شلوغ نشه، حالا اینا باشه نداره. خب بریم ببینیم که به چه صورتی پیش رفت. من میذارمش روی پلی و EMA 50 داره میاد واسه حمایت کردنش که نیازی هم نداشت و اینجا و همینجا بود که تارگت ما خورد. تارگت 2 آربار 2 گرفتیم. 2 البته تقریبا 2 دهم گرفتم ولی خب به خاطر فی که کم کرد همون 2 در نظر میگیریم. خب حالا این بود از روند پوزیشن ما. حالا چجوری مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه کردم؟ من اون موقعی که اومدم این پوزیشن رو ست کردم، خب توی اینجا ورود کردم، استاپمو گذاشتم. معمولا استاپ رو میذاریم زیر آخرین کف. خب زیر آخرین کف گذاشتم. حالا بعضی مواقع اگر دیدی استاپ خیلی کوچیک میشه یا بازار یه جوری توی لولی هستش که داره نوسان‌های شت یا نوسان‌های خیلی بزرگی درست میکنه، اون موقع دیگه نمیای روی 5 دقیقه استاپتا بذاری، میای روی 15 دقیقه آخرین کفتا پیدا میکنی یا زیر EMA میذاری یا توی همون موقعیتی که هستی خب پیدا میکنی جای استاپ خوبه. تا اول باید جای استاپ در بیاد، بعد جای تارگت، بعد اصلا کلا معامله شکل بگیره. یعنی جای استاپ مهمتر از نقطه ورود هستش، خیلی مهم هست که توی حالا پوزیشن های بعدی من همش رو خدمتتون عرض میکنم. توی اینجا نیازی نبود چون که بازار قشنگ داشت حرکت میکرد، نیازی نبود که من دیگه توی تایم 15 دقیقه یا 1 ساعت جای استاپ بذارم. اومدم توی همون تایم 5 دقیقه استاپمو زیر آخرین کف گذاشتم و اینکه بعد از در آوردن جای استاپ نگاه میکنیم ببینیم که سایز استاپ ما الان نگاه کنیم. اینجا استاپ را نوشته اومد 15، توی پرانتز نوشته 1.03%. خب ما چون که با لورج 10 داریم پوزیشن هامون رو باز میکنیم، خب ضریب 10 میگیره، یعنی این یک میشه 10، حالا 3 شا هیچی میگیم 10. من کل سرمایه رو تقسیم بر این میکنم، راحت مقدار من به دست میاد. یعنی اگه $10,000 داشتم تقسیم بر 10 بکنم میشه $1,000. به من میگه که شما $1,000 ببر توی این پوزیشن. خب شما داره به شما میگه که اگر $10,000 سرمایه داشته باشی با این سایز استاپت با لورج 10 که تقسیم کردیم، حجم سرمایه من، حجم ورود به پوزیشن من شد 1000. خب اگر $1,000 من ببرم داخل این پوزیشن، در صورتی که استاپ من فعال بشه 1% از کل سرمایه‌ام را من ضرر میکنم. ریسک 1% گرفتم دیگه، ضرب در 1 شد. حالا اگر میخواستم ریسک 2% بگیرم طبق حالا ویدیوی قبلی، ویدیوی پایه‌ای که بهتون گفتم اونو ببینید، اگر طبق اون بخوام 2% یا 3% بگیرم، اون همون 1000 رو ضرب در 2 یا 3 میکنم. ضرب در 2 بکنم میشه 2%، ضرب در 3 بکنم میشه 3% از سرمایه. پس وقتی که استاپ من فعال بشه به همون نسبت ضرب در 2 یا ضرب در 3 میشه. اگر براتون گیج یا مبهم هست، خب توی ویدیوهای بعدی، توی پوزیشن های بعدی که داریم پوزیشن باز میکنیم، معامله باز میکنیم، یکم براتون روونتر میشه. اگر هر جایی سوالی براتون پیش اومد توی کامنت ها بنویسین برام سوالتون رو، من جواب میدم حتما هر جایی که براتون مبهم بود. اگر نیاز هست در مورد مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک، اگر براتون نامفهوم بود ویدیویی پر کنم به هم بگین توی کامنت ها که من یک ویدیو هم برای اون براتون ریکورد بکنم. در هر صورت شما
با سایز استاف و مدیریت سرمایه که انجام دادید پوزیشن رو باز میکنه. حالا اگر تارگت شد که آر 2 الان شد، خب 2% از سرمایه سود کردیم و آر 1 هم به همون نسبت 1% سود میکنیم. و اگر هم استاپ من فعال شد 1% از سرمایه، چون که مدیریتم، چون که ریسک من 1% بود. خب من پراپرم خدمت شما نشون بدم توی این ویدیو، چون که من تا حالا نشون ندادم بهتون پراپرا. یکی الان بهتون نشون میدم و یکی آخرین پوزیشنمون که باز کردیم یا حالا پاس شد یا فیل شد بهتون نشون میدم که ریپورتسش و دیتیلش رو بررسی بکنید. خب ببینید این فضای پراپ ما هستش که گفتم اینجا اسم پراپ، مشخصات، چنل 10K که الان همین پوزیشنی که الان باز کردیم روی آواکس همین بود. یا آر 2 گرفتیم که $203 سود کردیم. استپ 1 هستیم. فضای پراپ به این صورت هستش که ببینید نوع پوزیشن همون اینجا، تریگر هامون، لیمیت، مارکت، عین صرافیه دیگه. خب به این صورت تایم فریم ها، ابزار، همه چیز مثل تریدینگ ویو هستش و سبک درست کردن اینا سبک، حالا به قول معروف سبک بایننس درستش کردن و حالا یه مقداری ساده تر. توی استیتمنتش بیایم اینجا واسه ما خیلی کامل توضیح میده که مثلا توی روز اول ما 2% سود کردیم، روز اول هستیم. خب نموداری اینجا به همون نشون میده، خیلی خوب هست. درودانمون ما 5% توی این توتال درودانمون 10 هستش. اگر 5% در طول روز ضرر بکنیم این پراپ ما اکانتمون بسته میشه، فیل میشه. و اگر در کل 10% ضرر بکنیم باز اکانت ما فیل میشه. خب باز اینجا دیتیل بیشتری توی ریپورتش هست، تاریخ شروع دیتیل هست، پراپ هست، روز چندمش هست، بالانسش هست، بالانس الانش هست، پی ان الش که مقدار سود و ضرر خالصش هست. خدمت شما عرض کنم دیگه چیزی که برای ما مهم هست، خب وین ریتش هست که الان خب ما یه پوزیشن داریم وین ریتمون 100، این خیلی مهم هست. توتال وین ریت و وین ریت پوزیشن های لانگ و شورت هم به صورت جداگونه برای ما آورده. خب درودانمون هم که هنوز نخورده. چیزی که برای ما مهمه توی این ریپورت یکی اینه، خب یکی وین ریت و و و و و همین یه سری چیزهای دیگه هست که برای ما مهم هست که اونو جداگونه خدمت شما عرض میکنم توی آخرین پوزیشنمون. توی آخرین که میخوایم دسته بندی بکنیم فایل اکسل من درست کردم که پروفیت فاکتور، وین ریت، درودان، همه این چیزها رو اونجا خودمون محاسبه میکنیم و اونجا میاریم. این هم استیتمنت خوبی هست، میتونید شما برای ارائه اینا جای ارائه خواستین بدین از این استفاده بکنید. این بود محیط پراپ، محیط حالا پراپی که ما الان گرفتیم. چیز خاصی نداره، خیلی سخت نیست، خیلی چیز پیچیده‌ای هم نداره. اینجا هم که دیگه ترید هیستوری هستش که خب الان فعلا یه پوزیشن باز کردیم، مقدار فی که کم کرده نزدیک $10 پول فی دادیم، $214 ما سود کردیم که $203 نشست چون پول فی ازش کم شده. اینجا هم که پوزیشن باز کنیم مثل صرافی میاد اینجا، نکته خاص دیگه ای نداره. اگر من نکته ای رو جا انداختم یا موردی هست که میخواین بدونین و من نگفتم توی کامنت ها بهم بگین تا یا جواب بدم یا براش یه ویدیو جداگونه ریکورد کنم. خب نکته خاص دیگه این نیست که من خدمت شما عرض بکنم. انشالله تا پوزیشن بعدی. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. پرسود باشید و خدا نگهدار.